سلام كمسك الختام. تو نیز از اهل قرآن باش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو سعید خدری خداوند از او راضی باد روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: همیشه به یاد خدای متعال باش و قرآن را تلاوت کن، زیرا تلاوت قرآن روح در آسمان و ذکرت در روی زمین به شمار می رود. روایت امام احمد. در اول حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره ذکر سخن نمودند که این دلالت به مهم بودن ذکر می کند. در دیگر حدیث ها نیز پیامبر صلی الله علیه و سلم امتان خود را تشویق می کنند که دائم ذکر خدا کنند، چون که ذکر یکی از بزرگترین سبب هایی است که انسان می تواند با واسطه آن هم روحاً و هم جسماً خود را آرام کند. چنانه که خداوند می فرماید: با ذکر و یاد الله قلبها آرام می گردند. سوره رعد آیت 28. در این آیت الله تعالی تنها آرامی قلب را گفت، چون اگر قلب آرام باشد یقین است که جسم نیز آرام می گردد. ذکر خدا یگانه چیزی است که سبب پیوند بودن بنده به پروردگارش می شود. چقدری که انسان ذکر بسیار نماید، همان قدر با خدا بودن را عادت می کند. دوستان عزیزم، نمودهای ذکر به نهایت بسیارند، از جمله نماز و تلاوت قرآن کریم، تسبیح گفتن، تکبیر گفتن، حمد و ثنا گفتن، فکر نمودن در مخلوقات پروردگار، فکر نمودن در نعمتهای پروردگار، دعا و راز و نیاز گفتن به خداوند، طلب مغفرت کردن گناهان، صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، در مجلس های علم شرعی حاضر شده تعلیم گرفتن، گوش کردن امر معروف و نهی منکر، گوش کردن تلاوت قرآن. خلاصه هر عملی که سبب معرفت و نزدیک شدن به پروردگار شود، ذکر حسابیده می شود. از ابو موسی اشعری خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: مثال شخصی که ذکر خدا می کند و شخصی که ذکر خدا نمی کند به مانند زنده و مرده می باشد. دوستان عزیز، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث شخصی که خدا را ذکر می کند به مانند شخص زنده تشبیه دادند و شخصی که خدا را ذکر نمی کند آن را به مانند مرده تشبیه کردند. از اینجا به ما معلوم گشت که نوعهای ذکر خیلی بسیارند و اگر بپرسیم که کدام نوع ذکر از همه بهتر است، جواب چنین است: بهترین نوع ذکر این تلاوت قرآن کریم است. همه علمای اسلام در این اتفاقند، چون کلام پروردگار ماست، نور قلب هاست، آرامش روح و روان و جسم و جان است. خداوند در سوره فاطر آیت 29 می فرماید: آنان که کتاب خدا را می خوانند و نماز می گزارند و از آن چی به آنها داده ایم پنهانی و آشکارا صدقه می کنند، امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی بینند. سوره فاطر آیت 29. دوستان عزیزم، ببینید در این آیت خداوند درباره 3 طایفه سخن می کند که یکمین آنها شخصان قرآن خوان هستند.
امام بغوی رحمت خدا بر او در تفسیر این آیت می گوید: شخصانی که قرآن می خوانند آنها تجارتی را انجام می دهند که تجارت آنها هرگز فساد نمی شود. این وعده خداوند است بر آنها حتما اجر و ثواب می گیرند. و خداوند در آیت بعدی می گوید: زیرا خدا مکافاتشان را به تمامی می دهد و از فضل خود چیزی بر آنها می افزاید. سوره فاطر آیت 30. ابن عباس خداوند از آنها راضی باد در تفسیر این آیت زیر کلمه از فضل خود چیزی بر آنها می افزاید می گوید: بغیر از ثوابی که برای تلاوت می گیرند، باز برای خواننده قرآن خداوند چیزی آماده کرده است که نه چشم دیده است آن را و نه گوش شنیده است. امام قشیری رحمت خداوند بر او در تفسیر آیت 45 سوره اسراء می گویند: الله تعالی شخصانی را که تلاوت قرآن می کنند به عهده خود گرفته است، آنها را در دنیا و آخرت حفظ کرده و دست بدخواهان را نمی گذارد تا به آنها برسد. پس برادر و خواهر ایمانیم، در ذکر و یاد الله باش و فراموش نکن که بهترین ذکر این تلاوت قرآن است. پس با تلاوت قرآن روح و روان و جسم و جان خود را آرام بخش و این را بدان که در روز قیامت خداوند برای تو چیزی را آماده می کند که نه چشم دیده است آن را و نه گوش شنیده است. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.